سلام، وقتتون بخیر. امروز با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. جدیداً خیلی راه کلاهبرداری زیاد شده که یک پیامی برای شما ارسال میشه، حالا تو تلگرام یا حتی در پیامک و حالا روش‌های دیگه که یه لینک به شما میدن که شما ثبت نام باید بکنید تا سود سهام دولت شما رو به شما بگن چقدره و چه شکلی دریافت بکنید، که این از اساس کلاهبرداری فیکه و فقط برای خالی کردن حساب بانکی شما، ارسال پیام گروهی از طریق شماره شما به دیگرانه که با هم اینو بررسی میکنه. حالا این لینک رو که IR هم هست و خیلی جالبه، ما چک میکنیم ببینیم مثلا این به چه صورتی هست. و جالب اینجاست که دامن IR که حالا در آخر در موردش صحبت میکنم مفصل، من اینجا یه نام خانوادگی فیک میزنم، یعنی اصلا کل اطلاعاتم میخوام فیک بدم ببینم به چه صورتی. مثلا میزنم قلی مرادی، شماره موبایلم هم میزنم مثلا 0912، یه شماره همینجوری فیکی زدم. کد ملی هم کد ملی فیک میزنم، حالا میزنیم رو پیگیری و جالب اینجاست کد ملی فیک منو داره بررسی میکنه. این خیلی جالبه. بله، من با یه سری مشخصات فیک مبلغ سهام من در سال جاری انقدره ماشاءالله و سهامم هم امکان پذیره میتونم سودشو بگیرم. باید اینجا نوشته دانلود اپلیکیشن سهام من، یعنی من این اپلیکیشن رو اگر دانلود بکنم و نصبش بکنم بدبخت میشم. یعنی این دوست هکر عزیز گرانقدر ما از طریق نصب این اپلیکیشن داخل گوشی بنده میتونه برای بقیه مسیج ارسال بکنه، یعنی برای اون کانتکت لیستش در واقع، و همچنین میتونه به اطلاعات دیگه که داخل گوشی بنده ذخیره شده دسترسی پیدا بکنه، به مسیج هایی که ارسال میکنم، به مواردی که تایپ میکنم. ممکنه برای فعالسازی این اپلیکیشن منو به سمت یک درگاه پرداخت منتقل بکنه که من مشخصات کارت بانکیمو وارد بکنم، میتونه سیو کنه و حساب منو خالی بکنه و تمام مواردی که گفتم امکان پذیره. و این دوست هکر خیلی زرنگ ما دسترسی کامل پیدا میکنه با نصب این اپلیکیشن که من ابدا این کارو نمیکنم و شما اصلا نباید این کارو انجام بدید. و این ویدیو رو ساختن که بدونید که به چه روش‌های ساده‌ای این دوستان میان هک میکنن و معمولا این سری افرادی که ممکنه سن بالاتری داشته باشن یا اطلاعات کمتری داشته باشن جدیداً خیلی درگیر این قضیه شدن و به راحتی هک شدن. و این پیام هم برای من از سمت یکی از دوستانی اومده بود که خب قاعدتاً ایشون هم همین اشتباه رو انجام دادن و متاسفانه هک شدن و حتی حساب بانکیشون هم دچار مشکل شده. و جالب اینجاست این دامین پسوند IR داره. شما میدونید که برای ثبت کردن دامین IR نیک یا nic.ir خیلی قوانین سختگیرانه‌ای داره که شما باید در واقع با کد ملی و عکس کارت ملی و آدرس پستیتون باید حسابتون رو وریفای کنید و شما نمیتونید با یک مشخصات فیک دامین IR تهیه بکنید. و این برای من خیلی جای سوال داره که حالا قبلا من دیده بودم با دامین های با پسوندهای حالا متفرقه یه همچین لینک هایی می ساختن هکرها. حالا من اسم اینا رو که هکر نمیذارم، این واقعا اصلا آبروی هک و امنیت هم اینا میبرم با این کارشون، ولی من واقعا برای این شرکت متاسف هستم که یک همچین دامینی رو اجازه داده ساخته بشه و کلاهبرداری بشه. من حتما گزارش میکنم به این دوستان و هدفم از این ویدیو بود که مراقب باشید گول اینجور لینک ها و اخبار زرد و فیک رو نخورید و برای خودتون مشکل ایجاد نکنید. سعی میکنم از این به بعد از این جمله ویدیوها و موارد رو در واقع تولید محتوا کنم و با شما در میون بذارم که حداقل مشکلی برای شما پیش نیاد و ببینیم که حالا بعد از پیگیری بنده اگرم نتیجه ای داد داخل کانال تلگرامم
در موردش می نویسم و ببینیم مثلا این دامین باش برخورد میشه یا نه. موفق باشید.